دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از لحظه تولد پروژه نادمسازی مخالفان سیاسی را از طریق بازداشت، حبس و حذف دنبال کردند. پروژه‌ای که به توابسازی هم مشهور شده است. در هفته‌های اخیر انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و اظهارات محمد رضا باهنر در مورد خودداری میرحسین موسوی از ابراز ندامت بار دیگر به این بحث دامن زده است که دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران از مخالفان سیاسی خود چرا انتظار ابراز ندامت دارند و یا آیا این درخواست در یک فرآیند حقوقی و یا فقهی ناقض حقوق مخالفان نیست. مسعود صفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق نو، سه‌شنبه دوم شهریور 23 اوت ساعت 8 شب به وقت ایران و افغانستان و 8:30 به وقت تاجیکستان. میهمانان امروز افق نو آقای دکتر ناصر زرافشان حقوقدان که از تهران به ما ملحق شدند و آقای دکتر کدیور که از استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینا. با سلام به هر دو میهمان برنامه. آقای زرافشان، اجازه بدیم پرسش رو به این گونه مطرح بکنیم که آیا واداشتن جبری مخالفان سیاسی به ابراز ندامت در یک فرایند حقوقی قابل توضیحه؟ سلام خدمت شما همه کسانی که از طریق شما صدای من میشنوند. چون من قراره صرفاً از منظر حقوقی فارغ از جنبه سیاسی قضیه راجع به این موضوع صحبت کنم، پیش از این که وارد بحث صرفاً حقوقی بشم مایلم یه موضوع مقدماتی و مهمی رو روشن کنم که بدون باز کردن این موضوع بحث صرفاً حقوقی درباره جرائم سیاسی بی‌معنی است و ممکنه نه فقط چیزی رو روشن نکنه بلکه سوء تفاهم‌های هم برای شنونده به وجود بیاره، به شنونده القا کنه. در بحث صرفاً حقوقی ما ناچاریم از جرائم سیاسی صحبت کنیم، فقط به این دلیل که یه اقداماتی رو قانون جاری جرم شناخته و برای اونها مجازات معین کرده. اما سوال اینه که داشتن یک دیدگاه و برنامه سیاسی متفاوت برای اداره جامعه به اقدام در جهت عملی کردن چنین دیدگاه و برنامه ذاتاً جرم هست. به عبارت دیگه آیا در مورد فعالیت‌های سیاسی مخالفین نظام حاکم در یک کشور هم میتونیم به همون راحتی که در مورد جرائم عمومی مثلا در مورد قتل از جرم و مجرمیت بحث می‌کنیم اینجا هم از جرم و مجرمیت به همون معنا بحث کنیم؟ اگر بریم روی اون تعریف مدرسه‌ای که میگه هر فعل یا ترک فعلی که قانون اون رو جرم شناخته باشه و براش مجازات تعیین کرده باشه جرمه، خب ممکنه در یک محدوده زمانی و مکانی معین هر اقدامی رو در قوانین جرم بشناسن و این مربوط میشه به اینکه اون قوانین رو چه کسانی و با چه روش‌هایی و برای تثبیت حاکمیت چه ارزش‌هایی تثبیت کرده باشه. اما اگه روی فلسفه تحلیلی حقوق و مبنای جامعه شناختی جرم بریم، اون وقت موضوع فرق می‌کنه. جامعه انسانی دائما در حال تغییر و پیشرفته. این تغییر ناموس هستی است. دائما در باورهای گذشته خودش تجدید نظر میکنه، بت‌های گذشته خودش رو میشکنه و بت‌های تازه‌ای متناسب با مقتضیات جدیدش، متناسب با نیازهای دوران خودش میسازه تا بعداً همین بت‌ها رو هم باز بشکنه. آقای نلسون ماندلا پریروز به عنوان مجرم محکوم شده بود و در زندان به موجب قانون هم مجرم شناخته شده و محکوم شده بود. اما دیروز در افریقای جنوبی به قدرت رسید و فلسفه سیاسی و راه و رسم او به راهبرد سیاسی اون کشور تبدیل شد و کنگره ملی افریقا با تکیه بر حیثیت و اعتبار سیاسی او هنوز هم بر افریقای جنوبی حکومت می‌کند. کجاست معیاری که بر اساس اون معیار بشه داوری کرد که نلسون ماندلا مجرم و مستحق تحمل کیفر بود یا یک رهبر و ناجی اجتماعی که جامعه باید راه او رو دنبال کنه؟ اعتبار این معیارها به بافت اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی هر جامعه در هر دوره مشخصی مربوط میشه
که امری است غیر ذاتی و کاملا اعتباری. آقای دکتر ظرفشان، اگر اجازه بدین من سوال مشابه رو هم از آقای دکتر کدیور بپرسم، بعد برمیگردم به این بحثی که حضرت عالی در واقع بابش رو باز کردین. آیا با این محور که آیا جامعه امروز ایران نیازمند تغییر در بازنگری در این قوانین هست یا خیر؟ آقای دکتر کدیور اجازه بدین این سوال اینجوری مطرح بکنم که با توجه به اون چه که در روزهای اخیر در ایران رخ داده در مورد کشته شدگان، جان باختگان دهه سال 67 و دهه 60 و محصورین آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد، چرا ابراز ندامت؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. بحث ندامت بحث تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. کلاً در نه تنها در ایران بلکه در همه حکومت‌های ایدئولوژیک و دیکتاتوری بحث ندامت مخالفین مطرح بوده. چون در این حکومت‌ها ما با حکومت قانون مواجه نیستیم. در حکومت قانون که یک ترم کاملا حقوقی هست، در فقه هم به رسمیت شناخته شده، بر اساس موازین مشخصی افراد محکوم و مجازات میشن و خارج از اون قانون هم مجازاتی معنا نداره. اما در حکومت‌هایی که حکومت قانون نیست، حکومت فرمان هست، یعنی فی الواقع فرمان شخص اول و نه قانون مکتوب نوشته شده، نه محکومیت ها بر اساس قانون بوده، نه اگر هم بر اساس قانون، حالا هر قانونی ولو قانون ظالمانه، فردی محکوم شده باشه، اون محکومیت ها به رسمیت شناخته نمیشه و یا اصولا مجازاتی که صورت گرفته مثل حصر که یک نوع زندان هست بر اساس هیچ قانونی قابل توجیه نیست. اصلا محاکمه صورت نگرفته که بر اساس اون افرادی رو محصور کنند. حالا صحبت از این میشه که در دو موردی که شما در ابتدای سخنتون اشاره کردید، یکی مورد سال 67، یکی مورد سال 89. در مورد سال 67 زندانیانی در زندان توسط دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند و به مجازات‌های از قبیل زندان محکوم شدند. این افراد در حال گذراندن زندان خود بودند و دستشون هم از خارج از زندان کوتاه بوده. اگر همفکران اونها خارج از زندان جرمی مرتکب شده اند، مطابق موازین مسلم فقهی ما این جرم متوجه این زندانیان نمی شود ولو با آنها همدل باشند، چون ملاک جرم در فقه اسلامی اعم از شیعه و سنی فعل است، نه نیت فعل. اگر فردی حتی نیت گناه هم داشته باشد، مادامی که اون گناه عملی نشده باشد، اون فرد قابل مجازات نیست. بنابراین و یا اینکه حتی افرادی بودن دستگیر شده بودن هنوز محاکمه نشده بودن، یا افرادی محاکمهشون محکومیتشون به اتمام رسیده بود، پاسداران اینها رو به مصلحت اندیشی های آزاد نمی کردن. این سه دسته تو زندان بودن. حالا به دلیل مطالبی که خارج از زندان اتفاق افتاده، اینها دوباره مورد سینجیم قرار می گیرن و نه محاکمه و نه دادگاه جدید و به اعدام محکوم میشن. بعضی از اونها مثلا تو گروه فرض کن مجاهدین خلق عضویت نداشتن، جزء گروه‌های چپ اون دوره بودن. این میشه مال سال 67. بعد از اینها هم سوال میکنن آیا شما سر موضع هستید؟ اصلا سر موضع بودن نه عنوان حقوقی نه عنوان فقهیه. چه بار حقوقی یا فقهی میخوایم برای بار بکنیم؟ میام سال 89. در سال 89 آقایون موسوی، کروبی و خانم رهنورد بیش از 2000 سال، بیش از 5 سال، نزدیک 6 سال در حصر غیرقانونی به سر میبرند. یعنی دادگاهی برای اینها تشکیل نشده تا اینکه ما بخوایم در نظر بگیریم که این مجازاتی که داره صورت میگیره درست است یا نادرسته. میگن چون فرمان شخص اول کشور است، برای اینها بهتر است که در حصر بمانند و الا اگر بیرون بیایند نیروهای خودسر ما که فی الواقع خودسر هم اسم نادرستی است حساب اونها رو میرسند. پس امنیت اونها در زندان
جانشون بهتر تامین میشه. حالا آقایی برای چندمین بار هم از این اولین بار بود با هنر میگه، اما این مسئله ندامت چندین بار گفته شده. میره سراغ اونها که آیا شما پشیمان شدید؟ خب معلومه مسئله فکری و سیاسی است. موسوی و کروبی آدمی نیستن که پشیمان بشه، در حدی که ما میشناسیمشون. با صراحت هم کروبی نامه نوشت، گفت آقا دادگاه تشکیل بدید. به رئیس جمهور مملکت نامه نوشت، هنوز آقای رئیس جمهور به ایشون جواب نداده. اون وقت یه آقایی که معلوم نیست نه سر پیازه نه ته پیازه، چه کاره هستی تو، آمده میگه که من رفتم، ایشون گفت نادم نمیشه. میرحسین موسوی از طریق فرزندانش تکذیب کرد، گفت همچین چیز صحت نداره. بنابراین بحث ندامت مطلقاً باطل است به لحاظ شرعی. ممنونم. آقای ظرفشان، شما فرمودین، اشاره کردین به نلسون ماندلا. آیا فکر میکنید که جامعه امروز ایران نیازمند بازنگری در قوانینه؟ چه نیازی داره؟ چگونه میتونه این فرایند اتفاق بیفته آقای ظرفشان؟ قبل از اینکه وارد جواب پرسش حضرت بشم، من داشتم یه نکته ای رو باز میکردم جدا از موارد مشخص 67 و 88. البته جامعه ما نیازمند بازنگری است و این رو توضیح خواهم داد اگر فرصتی باشه. اما در ادامه اونچه که عرض کردم میخواستم بگم اگر به جرم سیاسی قائل باشیم، که من شخصا به همچین اصطلاحی اصلا قائل نیستم، وجود این عنصری که توضیح دادم در ماهیت جرم سیاسی موجب تفاوتش با جرم عمومی میشه. اول این رو باید توجه کرد، چون من باید وارد بحث ندامت از منظر حقوقی بشم. حالا قرار شده تو این زمینه صحبت کنم. جرم ماندلا رو مقایسه کنید با قتل جرم عمومی است. مقایسه کنید با قاتلی که همزمان با ماندلا در زندان بود همونجا تو افریقای جنوبی، تا منظورم یکم روشن‌تر بشه. حالا با در نظر داشتن این مقدمه‌ای که عرض کردم، بریم به مسئله آزادی زندانی سیاسی در نتیجه ندامت. بریم اینو از منظر قانونی موجود بررسی کنیم. این آزادی در نتیجه ندامت توی قانون مجازات اسلامی، چون برای بنده حالا این قسمت رو تعیین کردید روش بحث کنم، تحت عنوان آزادی مشروط مطرح شده. ریشه این بحث از لحاظ حقوقی قانونی تو ماده 38 قانون مجازات اسلامی ثابت بود که تو قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان ماده 58 این قانون اومده. توجیه منطقی این بحث به طور اعم در مورد جرائم عمومی در فلسفه کیفری مجازات اینه که هدف از مجازات دست کم در عرصه تئوری متنبه کردن و اصلاح مجرمه. مجازات کیفری بر حسب تعریف برای متنبه کردن و اصلاح محکومان علیه مقرر شده. خب پس منطقاً وقتی محکومان علیه اعلام ندامت میکنه یعنی متنبه شده و هدف از اجرای مجازات حاصل شده، بنابراین دیگه موجبی برای تحمل کیفر از طرف او وجود نداره. اما اینجا دو تا نکته ظریف در کار هست. یکی این استدلال، اینی که عرض کردم از لحاظ تئوری، علیرغم آب و رنگ امروزیش، علیرغم نمیدونم کلمات متنتن حقوقی و عباراتی که برای توجیهش به کار میبرن، به این باور متکی است که با عذاب دادن، با چزوندن یه فرد بابت کاری که کرده، اون فرد متنبه میشه. میگن تازیانه اول بار در مصر باستان ابداع شد. فراعنه ادعا می‌کردن بعضشون که من ادعای خدایی دارم. خب کسانی نمی‌پذیرفتن. می‌گرفتن اینا رو زیر تازیانه تا نفس طرف ببره بگید که بسیار خوب قبول کردم که تو خدایی. اون وقت این تنبه بود اسمش. در واقع ریشش همینه و علیرغم رنگ و آبی که امروز بسیدن در ماهیت توپیر و تفاوتی نمی‌کنه. اما بله، نکته دیگه که در کار هست اینه که شرط اعمال این ماده 58 قانون مجازات اسلامی هم اینه که مجرم اصلا محاکمه و محکوم شده باشه. در مورد آقای موسوی کروبی محاکمه صورت میگیره. اگر در مورد کسانی دادگاهی تشکیل نشده باشه و حکمی صادر نشده باشه، حتی به موجود هم این ماده قابل اعمال نیست، چون در صدر این ماده تصریح شده که در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال، محکومان یعنی دادگاه رفته باشن، دادرسی صورت گرفته باشه، محکوم شده باشن، پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل سوم مدت مجازات، حکم آزادی مشروط صادر میشه.
دومین شرط اینه که محکوم علیه خودش باید اظهار ندامت کنه و در عمل هم به درخواست محکوم علیه دادستان و قاضی اجرای احکام رسیدگی میکنن، به درخواستش جواب مثبت یا منفی میدن. سومیش اینه که مرجعی که متهم رو محکوم کرده باید رضایت بده، چون با بندهای الف و ب و پ این ماده و مواد 60 تا 62 همین قانون که دنبالش هست انقدر شرایط متعدد تعیین کردن، از جمله این که مثل مجازات یا سرسشته‌ای شده باشه، حسن اخلاق و رفتار داشته باشه. اگر اجازه بدیم من یک سوالم از آقای عرض کنم. بفرمایید. در مجموع زندانی سیاسی با توضیحی که در ابتدای کار کردم، اگر زندانی سیاسی واقعی و صاحب عقیده باشه، شرایط این ماده 58 معمولا با مزاجش سازگار نیست. برای این کسی که با اعتقادش رفته، اینکه شما بذارید و زیر فشار بگید که از اعتقادت بگذر من تو را معمولا سازگار نیست. ممنونم آقای ظرفشان. آقای کدیور، آیا اصولا دگراندیشیدن رو، دگرگونه اندیشیدن در قالب فقه تعریف شده یا خیر؟ خیر، تعریف نشده. به عبارت دیگه اندیشه جرم نیست، ولو این اندیشه غلط باشه. زمانی جرم چیزی است که به فعل، به صورت فعل در بیاد. تا وقتی که ما فعلی نداشته باشیم اینو نمیتونیم مصداق جرم بدونیم. به طور کلی این سوال کلی که شما مطرح کردید در همین دو مصداق، من خودم منحصر به همین دو مصداق هم میکنم. ببینید افرادی، اونها زندانیان محاکمه شده و محکوم شده یا زندانیان منتظر محاکمه، آمدن ازشون پرسیدند آیا سر موضع هستید یا نیستید. فرض بکنیم اینها ابراز ندامت نکردند، چه اتفاقی میفته؟ مطابق همین قانونی که خونده شد، اگر ابراز ندامت نکردند نهایتش این است که اونها میباید به همون امری که محاکمه شده و محکوم شده بودند اون رو تا آخر بکشن، یعنی چند سال زندانی که اینها محکوم شده بودند رو تا انتها بروند. اما این که بیاییم بگیم چون تو ابراز ندامت نکرده ای محکوم به اعدام میشوی، این نه مجوز حقوقی دارد نه مجوز شرعی دارد، بلکه برعکس شریعت و حقوق برخلاف همچو کار، یعنی کار 100% خلاف شرع و خلاف قانون بوده. در مورد دوم، محاکمه صورت نگرفته، میگیم تا زمانی که شما ابراز ندامت نکنید در حبس و حصر باقی خواهید موند. من میپرسم این معنای شرعیش چیه؟ این معناش چیه؟ ما برگشتیم به فی‌الواقع پیش از حکومت مشروطه در ایران که قانونی اصولا در کار نبوده و هر چیزی که سلطان میفرموده همون اجرا میشده، برگشتیم به اون دوره. خب این و بعدش هم نکته جدیدتر، ما معمولا شاهد بودیم که ابراز ندامت ها حتما باید علنی صورت بگیرد، در مقابل دوربین رادیو تلویزیون صورت بگیرد تا مردم همگان شاهد باشند که منتقد حکومت شکست، یعنی این شکست رو حکومت میخواد به رخ مردم بکشه، به رخ مخالفینش بکشه. این قطعا خلاف شرعه. این رو مرحوم آقای منتظری با صراحت نوشت، گفت این کاری که حکومت‌های مارکسیستی و حکومت‌های ایدئولوژیک و دیکتاتوری می‌کردند این در فقه ما سابقه نداره. خلاف شرعه که شما در زندان کسی رو بخواد مجبور بکنید که به نظر شما تن بده تا در نتیجه آبروش رو ببرید، اون وقت بیاریدش بیرون. خب مسلم فقه ما به همچین چیزی اجازه نداده. اجازه بدید من یه نکتم عرض بکنم. تنها یک جا، یک مورد که ما میتونیم این ابراز ندامت ها رو مجاز بدونیم، یعنی به لحاظ شرعی مجازش بدونیم، اون در جایی است که حاکم خود خداوند باشه. آقایون خودشون رو جانشین خدا فرض میکنن. ولایت مطلقه‌ای که در دنیا فقط برای یکی سابقه داره، اون هم خود خداوند باری تعالی است، برای خودشون تعریف میکنن. اون وقت میگن هر که ما را قبول نداشت باید توبه بکند، ابراز ندامت بکند. به نظر بنده تقاضای ندامت از محصورین یا از زندانیان تنها در تئوری ولایت مطلقه‌ای مجاز است که حاکم خود را ولی علی الاطلاق و جانشین خدای تعالی بداند. در غیر او شریعت اسلامی چنین چیز را اجازه نمیدهد.
آقای ظرفشان، آیا آنچه که به عنوان قانون مجازات اسلامی داره اجرا میشه این امکان رو میده که پروژه نادمسازی، درخواست نادمسازی متوقف بشه یا اینکه این روند ادامه خواهد داشت؟ ببینید اگر قانونی رفتار بشه، حتی با قانون فعلی در وضعیت فعلی، عقیده سیاسی هیچ نوع عقیده جرم نیست، برای اینکه یکی از مؤلفه های لاینفک، یکی از عناصر لاینفک جرم عنصر مادی است. یعنی باید عملی به صورت مادی تحقق پیدا کرده باشه. از طرف دیگه من اینو عرض کنم که در مورد جرم بودن خود جرم سیاسی، در مورد ماهیت ذاتی مجرمانه بودنش بحث دارم که حالا فرصتش نیست در این باره صحبت کنیم. اما تردید دارم که در تجارب عملی مسئله توبه و ایراد ندامت توی عرض کردم تجارب عملی، حالا فقه رو من حق اظهار نظرش ندارم، بی سابقه باشه. تو تاریخ ادیان هم که نگاه میکنید، در تاریخ خود اسلامی هم خب زمینه ها هست توبه و اما از لحاظ قانونی مطلقا تا اون فکر مادی وجود نداشته باشد به هیچ عقیده‌ای نمیشه. آقای کدیور، خیلی من فرصت کمی دارم. آیا فقه به نفع قانون مدنی امکان در واقع توابسازی رو، نادمسازی رو میتواند بگیرد یا خیر؟ در حد اطلاع من از فقه اسلامی هرگز پروژه نادمسازی و توابسازی مشروعیت شرعی ندارد. یعنی کاری 100% خلاف شرع. معصیت رو شریعت قبلا تعیین کرده. کار فکری کردن ولو دگراندیشی این و حتی مبارزه کردن مادامی که به حد مبارزه مسلحانه نرسیده باشد در شریعت اسلامی جرم محسوب نمیشه. نمونه کاملا باردش هم حکومت امیرالمومنین علیه السلام بوده. ممنونم آقای کدیور. متاسفانه وقتمون به پایان رسید. با تشکر از آقای دکتر ناصر ظرفشان و دکتر محسن کدیور. منم ممنونم. اما در فیسبوک افق نو ما از شما سوال کردیم آیا وادار کردن جبری دگراندیشان سیاسی به ندامت و توبه شیوه حکومت‌های استبدادی است؟ 89% بله و 11% خیر. اما دیدگاه‌های شما درباره موضوع برنامه در مورد ابراز ندامت، اغلب کاربران فیسبوک ما برای ما نوشتن که مخالف هستند، از دستگاه حاکم انتقاد کردند و اون رو نشانه ناتوانی در تحمل در واقع مخالفین خودشون تلقی کردن. شما هم میتونین بیاین در فیسبوک نظر بدین و اگر سوژه به نظرتون میرسه درخواست کنید. تا افق نوعی دیگر، ایام بکام، شب و روز بر شما خوش باد. این صدای آمریکاست.